شبیه هست که همه میگم که یک خدا جان مرا نگرفت که همه ما هم خلاص شما همه هم خلاص شما. مونده میشه خب مادر مونده نمیشه. تقدیری که آنها رو با هم یک جا کرد و تقدیری که به آنها 6 فرزندی معیوب داد، اما چه علاج؟ روزی کمیاب کسل شدن جانی مده از او در غم و دنیای دل پرای. هیچ که کسلدار نباشه نه. خداوند کریم هیچ که کسلدار نکنه. شادیگل امیرова солҳост ки ранҷи фарзандони маъюб мекашад. мегӯяд маро бо умед шодигул ном карданд, аммо дар умри 73 солаи худ ҳеҷ шодие насибам нагашт. گاه نگاه نام خودم مینوازم. مثال پدر و مادرم شادی کرده مرا شادیگل نام کرده. اینه ای شادیگل بیزار میگم که وقتی خودم خوش نیست. این فرزندای من میگم خودم به خود. همراه شوهر خود بابای اصلی مراد این ناکامی های زندگی را از تقدیر خویش می‌بیند. تقدیری که آنها را با هم یک جا کرد و تقدیری که به آنها 6 فرزندی معیوب داد. اما چه علاج؟ طبیعت قانون‌های نانوشته دارد و آدمی در خطای خود و دیگران اصلاح می‌شود. ایها خیلی مقصد خوشی هم سوزن و همه درد و مهنت همه رنگ سانو بیزیم ایها همه از مایده که سانو خوشی هم حتی گفته که 8 ساله 9 ساله تا 14 سالگی سوزن همه بابات بیزیم مایده حکیم خیلی کمتر همین سیاهتری چی طرف داره دیگه هم مثلا دلی خوش رو خوشم خیلی خداوندی کریم همین درد و مهنت چیکار کنم خیلی رحمت به همین گفتی کلانا و مقصد همین فوشا و رحمت به همین پرزیدنت مانو همه آخر با مورد دستگیری کردن و خیستانش تنم دام میکنم که خدا دنیای چنجشه و امانیشه و گفته که همه را لوش پرخنده باشه و چیزی باشه هیچ که مباره نباشه. آخه این نمیسوزه همه دقت خودم که ویلی میکنم با واید با بسیارتر میگم که یا تو روز ندیدم من روز ندیدم یا که
میسوزه چوب نمیسوزه. هر یک اوقاتیش تو مال کردنش تو همین کامپیوتر دو پیشتر من روزم بود و برامو و بیست که همین گوید کار نگاه بین کنه. همین پر کامپیوتر سرگردانی میده. همین مال آوای. بچه ها خیلی خونه هاشون دارن با یا نم روزان دال یا نواره داریم. همین بچه ها که همین و خدمت های بسیار میکنه مانا. خواهی بزبالای با این میخوانه یک اینستوده میای بیچاره پرتاوش نه با روز مار دیده با بیچاره مال باید میکنه. бобои аслимурод ва ҳамсараш шодигул зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти қизилқалъаи ноҳияи хуросони вилояти хатлон ҳастанд. падаронашон ки бародар буданд ба хотири пайванд сохтани авлоди хеш онҳоро бо умеди неки фардо хонадор мекунанд. оё хонадоршавии онҳо танҳо барои хотирбинӣ баста шуд? خیلی وقت است ماما ها کردن و چا کردن و خیلی کردن و کلان و خب میدانست که خیلی میشد من پگهتر میبرم و مایی بابایا سرم میدارم ای بی توی میگو ای بی توی منم دیگه میکنه هم دیگه رو کنم سزا میسازانیم هم خیش توریم او داوری ما دا خیش تواره داری همی که بسیاری آدم خیش تواره میگیریم که خواه ارزانتر بگیرم و خواه که یک زندگانی درستتر کنه خانه دو گفته خیش تواره دختری عمکی من خونه مانم یکه انم مسکو رفتیم برای همین بود هم بعد دیگه وای که فهمود گفت که بیار همین کسلیات ما نگاه میکنیم نه که هیچی نمیشه هیچی نمیشه. دقت بسیار
نمیگم گفت نه که گفت هیچی نمیشم گفت صحت نمیشم صحت نمیشم گفت اختیار او فرزندایی که صحت های گفت رانندگیش اختیار شد چیز کاری میکنه و ای همین میوم که بگیرسی خدا ҳамин тариқ дар идомаи ҳаёт ду фарзанди маъюбашон аз дунё чашм мепӯшад ва 4 нафари дигар ки дар қайди ҳаёт ҳастанд инҳо ҳафизаи 44 сола, муҳаммадисо 42 сола, музаффар 33 сола ва ҳасани 29 сола мебошанд. ба гуфти модар баробари калон шудани фарзандон нигоҳубинашон низ душвор мешавад, зеро онҳо мадори сухан гуфтан, роҳ гаштан ва хӯрок хӯрданро надоранд ва кӯмакрасони онҳо танҳо падару модар ва ду бародари солимашон ҳастанд. از او خیلی بسیار میکشه اونو دوتاش هم خیلی شد یا تازه مرده یا تا 40 سالگی مرده از او و یا چیکار کنم از او کشم و ایدم چی کنم و این خیلی ایهودم خیلی تاروزی بودنه خیلی همین روزی کمی کسال شدن جانی مده از او دقیقا و دنوی دل پرای هیچ که کسالدار نباشه در خداوند کریم هیچ که کسالدار نکنه هیچ کره میبینم آخه آدمو میخندن داریم خداوند کریم داده نمیه یک چیز داده گفته که نمیه درخت میفروشی علافت میفروشی
یا ماتو میفروشی یا سمی خوردن کم نیستیم، یعنی مغز نان یافت میشه. نه که دقتش شکر همیشه شکر. در خلق میگویند که افسانه شیرین دراز دوام نمیکند. این مادر نیز بعد از عائله‌دار شدن در فکر آن بود که با پسری عمکش روزگاری خوش را طی نماید، ولی افسوس که شهد همه این خوشی ها را کم چشید و زندگی آنها را خیلی برمحل پیر کرد. بر عوض آنه که در دوره پیری راحت کنند، ولی برعکس سرنوشت به آنها تنها غم و اندوه روا دید. خود قضاوت کنید که یک خطا کردن چقدر انسان را از زندگی دلسرد و ناامید میکند. همین تولد شده و همین خیلی شده دیگه کجا بریم؟ مشکل البته مشکل همیشتم شکر همیشتم. نه که خمون اگر میمرد باشم 1000 نکنی که خارزار میشن نمیکسلم. این نگاه ها بینی خمون بارن فرزنده خدا میدونه کدن شده. خمون های بدره مگر یا کلون میگیم که اوقات دادی یا که زلی کدی خیلی کدی یا بچه ها رو میگیم که یا یک کار کدی سالی و یا با یاش با دیگه یا همه خیلی کار مونده میشه، مادر مونده نمیشه. با ای دست میمونی، ای پا میمونی، ای سر میمونی، با همه چی با مونده میگی. خودم خیلی درفتم. 45 چند شده باشم، 45 تولد نمیخیلم. خیلی هزاران رحمت به همین مثال دولت مانو به همین دنیای چنجی و به شما هزاران رحمت. агар кас ба акси кӯдакӣ ва навраси ин фарзандони маъюб нигоҳ кунад, шояд боварашон наояд. ин акси ҳамон ҳафизае аст ки имрӯз ранҷи маъюбӣ мекашад. бояд гуфт ки ҳафиза оиладор буд ва соҳиби духтарча мешавад, вале ҳангоми ба маъюбӣ дучор шудани ҳафиза ҳамсараш ӯро мепартояд ва духтарчаашро низ холаи шодигул ба воя мерасонаду 1 сол қабл ӯро хонадор мекунад ва имрӯз ҳафиза соҳиби набира аст, вале афсӯс ки онҳоро бо чашми дил ва забони қалб мебинаду мешунавад. میبینی صورتاشون جگرات خود نمیشه. و بچه دور شده که مامونو بچه خوش روی بچه گفته چه این همی آخه این همی 7 ساله باشه 5 ساله باشه این همی خودی مردک بریم بود این همه چی میکرد. خدا که در داد نمیخیلی شد این همی دلیل از جاگه ایساد دور شدن. دختر در خواستگار آمد صورتاشون برآوردن دیدن گفتن این دختر خوشرو بوده ای مقصد باید که آدم آمد این دختر خیلی خوشرو بوده دیگه با این همه خیلی شد این کاری خدا یا ندارم کار کنم نباشه نه هرچون اپو خواهر برآورد 2 بچه و 2 دخترن 2 بچه و 2 دخترن همه هم دیگرشون جفت گاه میایه نمی آمد همین آچش با خودش همین وقت چقدر میکنه و میره خدمت کنه. مروه نام داره مروه نام داره همین مروه گفتن میگیره دخترش آخر دخترش نیست. یک پرسیدگی آدم ده تا خانمانه رحمت میگم که همین آدم پرسید میره خیلی کسی لیاد گفتن وای دیدیش که باور نمیکن. حاضر گودکای مایدمون دیگه نبودن نه برآوردن گفتن که دختر شاید نمانگی مرواری گفتم که دختری همه هوای ای صورت هم مرواری گفت خوان نمیگن که همه کسلای نه
میگم که همه عین باور نداره مرد همان یا که یک خش بیایه برارم نشان بچه باور نمیکنن که میشه خش مثال دورتر نیدی اینم خیلی و دختر ما با ایهاد باز بلند خوش روی بدوشم نم خیلی شدن دوگانه کی پیداش دیگه دمو همی 12 فرزند ده است دو تاش رفتن گرفت خداوند کریم همیشه هم شکر خدا دم شکر همی کلانات هم شکر همی جناب عالی که به درجهش طرفدار همی کمبیجات دو یا که کسلمندات دو یا که دیگه های دیگه هاشته جانش در هوایی با یک لباس هرچی باشه به یاد داده و یا یک خند چی کنه بود همون دختر مقصد ایمو چی پناهی ایموش نمول چی آوردم شا لباسی ایمو پناهی گرفته دوای داده که مقصد به یادم آوردم ای گرفته دختر خودش پناهی که اکو ایتنی ما تو بگی بپوش میدانه اکلشان سازن این خیلی اکوی دو تا نگاه نمیکنه وای تلویزیون تا روز نگاه کن نگاه میکنه اوش اونو وای محمد اسلام دار این حسنه این حفیظه این دو تا نمی چشماشان خوش روی نمیشه اینها او نگاه نمیکنن خوش ندارن نوابسته به همه این خطاگی ها خالای شادیگل افسوس بران میخورد که برخی مادران از تربیه فرزندان معیوب دست میکشند. میگوید رسالت اصلی زن مادر تنها به دنیا آوردن فرزند نیست، بر زمین این تربیه و به وای رسانیدن آنها قرض اساسی مادر است. از این رو در پیش خود مقصد گذاشتم که تا هستم سایبان سری فرزندانم باشم و نمیگذارم محتاج و دستنگری کسی گردم. اگر باید کمتر مثال چه نکنم سرم افسادی ویران شد دیگه باید جاگر میگم برام مقصد یا همی دلم کمتر خورستن کنم با همی هوشم در ایهای خواهی که ایها در خانه و مقصد چند خیلی کلون دلم پره خواهی یا با خیلی کم میبرم رفتنه که با همی در او دویده میام اینم خیلی مشکل ما نمیرم ساده دینم خیلی چی حال نگاه میکنم ایمت وای بسیارتر خپدم ای ما بسیارتر ممو تسلیات دوغه پاپسم میکنم یک دم خودت نپرتایی و یا غلطه دنشتو یا که رفتم همون جاگه تا خم دراز کشیدم با قهر که کرد با میگم که آخه یک دم اگزاس بید شبی دراز خیلی شبی دراز هم استاده میتونم کسی خون نیست با اینم خیلی باغ کردی بابایی هم به همه باغوزی بابایی که مشغل میشه نه که زنک نمیتونه مشغل شه میبرداری میمونی او خود میتی خیلی نمیده این اکو دیستا دیده خب با اینم هم دیگه خودم با شماها گاو زده و شماها چه شده دیگه اینم خیلی نخواهد چطور کنم واقعا نگاه و بین 4 فرزندی معیوب برای این دو شخص کهنسال مشکل است. نوابسته به آن که سن و سالشان به 75 رسیده باشد هم برای پیشبرد روزگار پرتضادشان پیوسته محنت میکنند و زندگیشان را تنها از حساب باغ پروری پیش میبرند. یا دو درخت داریم و یا یک زمین داریم همیده
همین قطعی فرزنده هم دیگه نیوره ها و اون بچه ها و همه ها که همین کشاکش که میستیم نمیمونم جانی که یک روز یک جاده افتاده بشینم بکار بیستم همین دارگی مردم ده گشنه و ترسنده مانم بودن همین خیلی رضا داریم و خدا همیشه هم رضا کشه بچه با این خیلی همین خیلی عمده با پول میپرسن حضرت رحمت میپرسن ای با میرم درختان ساز فرزند با اینا میبینه با کم کم با ایوای چه میست خیالم ده همه میگم کرد جان خواه داشتم میبرم دو خیگم مثال یک سری زمین یک کار چه میکنم خیال میشد کمتر خالی باشه و مثال یک خانه خیسته و یا جابوری کمتر دل خالی میشه من 75 چی باشم نه خدمم که کار میکنم نه بچه ها بارن اینه بگویم که بچه ها بارن کار میکنن بچه ها بارن نه که همه خداوند کریم یک قوت دادن نباشه چی بگویم همین فرزندی کسی که یک بلا بتر کردی با میبینی همین کار نیست واقعا مادر بزرگ است. همه رنج و الم و مصیبت زندگی را جز مادر کسی دیگر تحمل کرده نمیتواند. این مادری اذیت کشیده که حیات خیش را بهر فرزندان میوبش صرف کرد امیدوار است که درد دل او را هر یک فرد خیرخواه جامعه به خوبی درک خواهد کرد. این همه باغ ده مال میکنیم همه یگان زردالله یا شفتالله یا یک چیز برده میفروشیم و همه خیلی زندگانیمون همه زمین است تا بگاه کار میکنم اینا باور کو که همه حال هم آیا در برآمدم من بتونم نتونم یک خدمت در دست میو خو کلو نه خو همه گودکای نمیمونوشون که بیستن چرا برخی از والدان ازدواج را با جوان پسر یا دختر بیگانه خوش ندارند و میخواهند که کلیم و داماد تنها از جانب نزدیکان خود باشد. مقصد از نشان دادن این نوار نیز محض به خاطر سالمی جامعه است که نکاح خویش و تبار نزدیک پیامد خوب ندارد و زندگی نامه این دو پیر رنج کشیده برای هر یک فرد جامعه درس خواهد بود.